از اینکه کاکا ابراهیم قسم رفته از خاطرش زیاد به تشویش هستم. به خوابگاه خواهد آمد. نه دلم زیاد میایم انشالله. دستمال کاغذی خلاص شده، پیشتان است؟ صبر کن، پیش ما هست. بسیار تشکر. دخترا اما یک بار تلفن میکنم درست هست. میبخشین یک زنگ زده میتونم هر قدر مصرف شم؟ گپرس خانم محترم بفرمایید لطفا. بله دنیس؟ الیف؟ وقت داری؟ مزاحمت خو نیستم. نه خیر الیف، مزاحمی چی؟ البته که وقت دارم. کدام چیز شده؟ بگو برم الیف. نه خیر من خوب هستم. بیاز از امی خاطر زنگ زدم که برات بگویم که خوب هستم. خیریت خواه است؟ ما در دانشگاه ثبت نام کردم. کاکا ابراهیم در دوا برنده شد. راه بسیار خوب شد. بخیرتان باشه. بالاخره عکسای چادر داره قبول کردن. فردا بخیر درسام شروع میشه. به خاطر تو بسیار خوش شدم. حالا شاید با خود بگویی که هم میگه نیا و هم زنگ میزنم. مرا غلط درک نکن. تو پیش من زیاد با ارزش هستی. اگه تو نمی بودی باز شاید از او قریه بیرون شدن نمیتونستم. اگه تو برام کمک نمیکردی شاید امروز تا اینجا نمیرسیدم. از سرت قهر شدم، جنگ کردم، خفه شدم، اما تو همیشه خوبی مرا می. شرکت صاف‌سودا داروهای را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید با مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنان برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BTA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک توک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید به شما تخفیف کرده می‌شود. می‌خواستی میفهمم. از او خاطر نخواستم کارایت نادیده بگیرم. خداوند ازت راضی باشه. خداوند همیشه انسانای خوب را در مقابلت بیاره. فقط تو در مقابلم باشی کافی است. بله الیف؟ کارت خلاص شد. حالا دیگه بیا که بریم. درست است میایم. تشکر. این مدیر خوابگاه است. نامش ابراهیم است. متوجه دخترم باش دختر. درست است. اینا چرا اینجا آمدن؟
دیگه چقدر وقت باید منتظر باشم؟ عجله دارین وکیل صاحب؟ میخواین به خاطر دوا تحقیق کنین؟ برای چرا اینجا آورده؟ شما بیرون رفته میتونین. بسیار وقت میشد که ندیده بودمتان پیر شدین. اما شما هیچ فرق نکردین. سالها پیش به خاطر یک مشکل راه های ما را جدا ساخته بودین. گفته بودم دیگر در مقابلم نیایین، با خصوص در مقابل رنا. با خانم رنایی گپه گفتم. به خاطر موضوع شخصی خود نرفته بودم. گفت رنا؟ میفهمم وکیل، اما با وعده تان وفا نکردین. با بهانه چادر و دخترا، خوابگاه و دیگه چیزا بازم در مقابل رنا آمدین. ما به بهانه چیزی به رنا نزدیک نشده. روزی که او مرا شناختم در میرا بودم. امروز هم در میرا هستم. وای وای وای. رنا خودش در مقابلم آمد. بعد از این شاید فهمیده باشه که مجبور است همراه ما مقابل شود، چون که ما مجادله را ادامه میتیم. پشتش رها نمیکنه. کارهای حقوقی دعوا را باید به پایان برسانه. با خاطر که در یک دعوا برنده شدین اقدر بالای خود مطمئن نباشین. این کار فردا یا پس فردا شاید با نفع ما تمام شود و اگر با گذشت زمان اما چیز تغییر کنه باز چی میکنین؟ ایره میفهمین؟ شما در این کارتان تباه خود شدین، همچنان امرای شما دوستایتان هم تباه میشن. او دخترایی که بالای شما باور دارن زندگیشان به خاک یکسان میشه. او خوابگاه را به جهنم تبدیل میکنم، اونا را تباه میکنم. حال ما به شما یک فرصت میتم وکیل. یا خودتان از این کار منصرف شوین و یا ما مجبور میشم که دست به کار شوم. نتیجه خود معلوم است. بازم خودتان میفهمید. زندگی شما پیش ما هیچ ارزش نداره. هر وقتی که خواسته باشم او را ازتان میگیرم. جنرال قدرت، شما مرا به دار بکشین. هیچ اعتراض ندارم. کار مرا دیگه وکیلا خود پیش بردن. همراه او دختره که تو دشمنی میکنی اونا هم رفته میتونن. اختیار دارن که برن. و جای اونا هزارها دختر دیگه میاین. ما باید بگویم که این دعوا خلاصی نداره، فهمیدی؟ این ریسمان دارم یک روز کنده خواهد شد. کنده میشه جنرال قدرت. چی شده؟ شما چی میکنین بچه‌م؟ چی گپ شده؟ بچه‌م شما کی هستین؟ اشاروالی آمده میلیلی را مهلک میکنه. چطور میتونین این کار انجام بدین؟ یک مشکل داره که باید حل شود. آی خدای مکم رفت. سالها میشه که اینجا لیلی است. حالا در اسنادش کدام مشکل پیدا شده بچه‌م؟ ما تابع امر هستیم، چیزی که برای ما امر شود انجام میدیم. لوازمم در داخل مانده، باید اونا رو بگیرم. تنها لوازم تو در اونجاست احمق. از کل ما اونجاست. خب حالا چی خود کردین؟ کاری کردن نمیتونیم.
خداوند مرا بزنه اگه من دختر خود کشته باشم جناب. این کارم امکان داره ها؟ باور کنین حتی دختر ما در دانشگاه مرکزی استانبول ثبت نام کردم. او را در خوابگاهم روان کردم. شما گپای مادرش قبول نکنین. او کمی مشکل داره. عقلش هیچ درست کار نمیکنه. دخترتون مشکل روانی داره؟ با اون گفتی که دختر من کشته. راستش من کمی عصبانی بودم. هیچ نفهمیدم که چی گفتم کشتمش. یک مزاق کردم چی بفهمم که خانوما مرا زندانی میسازه. همین که از اینجا بیرون شوم او را به خاطر تداوی میبرم وعده میکنم. و ها این بار او دیگه از حد خود گذشته. آمر صاحبی آدم راست میگه. این دختر خود نکشته. در خوابگاه دخترانه قصر آبی بود و باشدار آمر صاحب. دیدی جناب دیدی گفتم که من او را نکشم اما هیچ شما به گپایم باور نکردین. فهمیده شد. تو رفتم ایتانی. حالا دیگه بخیر باشه. من دیگه مهرم. فهمیده شد رفتم ایتانی. دهنت بسته نتونستی. اگه ما را زندانی بسازن پیش از اینکه چکر بزنیم آل زندانیام خاط شدیم. خانم جای دختر ما براتون گفت. بفرمایین خانم محترم، هر دویتون خانه رفتم ایتانی. اینا رها میکنین؟ با شما گفتم که دختر من از بین برده. خانمی هیچ کس از بین نبرده فهمیدین؟ ایلیف زنده است. البته که زنده است. من برات گفتم اما باور نکردی. اما حالا که اینا برات میگن چطور زود باور میکنی؟ یک دانیم تو دختر ما را فراموش کردی؟ ها؟ تو ایلیف فراموش کردی؟ من او را به یادت میارم. هیچ تشویش نکن. حالا دیگه بریم خانم بریم. بیا عزیزم، بیا گلچهریم بیا. اگه زنده بود از اول چرا برام نگفتی؟ دخترم کجاست؟ چرا او را برام نشان نمیدی؟ برات نشان میدم. ایلیف نشان میدم. نشه که مرا بازدگیر پلیس بیتی و مرا زندانی بسازی ها؟ بریم تو ایلیف میخوایی. چرا اول برام نگفتی؟ بیا من برات نشان میدم. بریم جانم بریم. اینا هیچ وجدان ندارن. ما را سر سرک ماندن. هوا بسیار سرد است. از خنک زیاد خواد مردیم. خدا نگاه کنه دخترم. حالا آقا ابراهیم میایه بر ما یک چاره پیدا میکنه. اینجا چی جریان داره؟ همگی ما سر سرک موندیم. میفهمم. من وقت خبر شدم اما باید همین قسم میشد. کمره در داخل مانده در اتاق مدیر مانده بودمش. اگه کسی پیداش کنه تبا میشیم. آرام باش. تشویش نکو درست است. کار خودم مثل سابق پیش میبریم. تو کوشش کو یک راه پیدا کنی و کمره را از اتاق مدیر بیرون کنی. باز برات زنگ میزنم. السلام علیکم هموطنان عزیز. من یوسف استورا اولادار صاحب 3 فرزند ستارش دیرکتری کمپانی فبرلی کام شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کمانده ما زیاد از 1000 نفر زنهای تاجیک زنهای خانشین کار میکنن. نوابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرن. معاش 70 سومان تا 7000 سومان. این حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلیک را میبینید که به نهایت با صفت بوده نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین. همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی‌پول است. ما با کار قبول میکنیم. فقط زنها رو خواهش میکنم فقط زنهای خانشین زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین. همش رو ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. کاش که ما قبلا خبر میداشتم جنرال صاحب. این نقشه را برای دامادم میساختم. مشکل نیست ماون سنجر. و آدم مقابل چشمای ما ای دوا را بسته ساختن. نه که در روز بعد براشان جواب میدادیم. باید هر چیز زودتر این موضوع حل میشد. از همین خاطر این کارا را هر چیز زودتر حل کنین که به ما ضرورت پیدا نشه. حتما جنرال صاحب. امروز امرای ما کدام کار دیگر دارین یا نه جنرال صاحب؟ بله دارم. ما میخوایم این آدم هر چیز زودتر از دایره دولت بیرون شد.
اینا اسنادی هستند که هر کس به این دست پیدا کردن نمیتونه. بعد باره زندگی شخصی او خانواده تحقیق میکنه. حتما یک نقطه ضعف او را پیدا میکنه. ما تمام تحقیقات لازم انجام دادیم. وام در دسترس شماست. هر چی عاجل کار انجام بدین. با چشم جنرال صاحب. چونو کار باید میشد رنا. میبخشین رنا خانم را که من میشناختم همین قسم میکرد. انسان ها را درک میکرد. احساسات و افکارشان را دیده یک راه حل برای مشکلات پیدا میکرد. روز بخیر خانم رنا. روز خوش آقا سنجر. آی خدای. تشکر. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشین. شما هم همچنان. بیا در. بیا رانا جان بیا. ای که آقا سنجر تا اینجا آمده بود معلوم میشه حتما کدام موضوع مهم است. مهم است. البته که مهم است. شخص مقابل ما جناب وکیل است. عیب شد. حتی کامیابی ای دعوارم درست تجلیل کرده نتانست. چی گپ شده؟ خوابگاه او بیچاره بسته شد. دخترها در روی سرک مانده. بیادر به نظرت قضیه روی ضرور است؟ نباید ای کار میشد. او آدم هنوز میگه که ای دعوا به پیش میبرم. تو باید از سر راه پس میشدی. ایره کی براتان گفت؟ پشتی این نگرد که کی برم گفت. یعنی چی که چیز پیدا نتونسته؟ درباره چهره آدم خب براتون گفتم، نمبر پلید موترشم گفتم. درست است سردار. من منتظر خبرت هستم. خواهش میکنم این موضوع رو زودتر حل کنین. بس از دیگه. میرم امرای او دختر گپ میزنم. باید پشت تو رو الا کنم. اگه این کار کنین دیگه هیچ وقت شما را نمیبخشم. هیچ نبخش. اگه میخوایی هیچ طرفم نبی. امی که مطمئن شام زندگی بچه من نجات دادیم. امی برم کافی است. چی شده؟ چرا غال مغال دارین؟ خسته شدیم دیگه. روزی لیف، شبی لیف. حالا دیگه درباره هیچ چیز فکر نمیکنه. بس از دیگه. دنیس، ما برات نگفته بودم بچم. ما برات نگفته بودم که اونجا چه قسم یک جای است؟ تو چرا همراه مزد میکنی بچم؟ چرا گپا نمیفهمی؟ تو سند میخوای؟ برات میتون بگی. یم ثبوت است. بفرما. تحقیق کردم در ظرف 5 سال 12 دعوا را پیش برده. بخوان. بیبی که اون مدیر لیلی چه قسم یک انسان است؟ از دستورات دولت سرپیچی میکنه. کارای غیر قانونی انجام داده. هر چیزی که میخوای، هر ثبوتی که کار داری در اینجا است. چه فکر میکنی؟ این آدم با درس و تحصیل کدام ارتباط داشته میتونه؟ او فقط یک هدف داره. میخوای از او دخترها استفاده کنه. همه قسم ششتا منتظر میباشین. هیچ کاری نمیکنین. مثل گوسفند منتظر میباشیم که دیگر ها به ما دروازه باز کنن. من خود داخل میرم دوستا. اینجا سرما خوردم، گوش نشدم. لوازمم هم داخل است. اعصاب من خراب نکن. زیاد نزن. درست است دیگه. یه قفله مشکنانیم و داخل میریم. چرا هیچ کدامتون عکس العمل نشون نمیدین؟ تو چی میکنی؟ تو باید چی میکنه؟ صبر کن. تو اینجا را چی فکر کردی؟ ما را چی فکر کردی؟ اقدر بالای ما فشار آوردن. هیچ ظلمه نبود که بالای ما نکده باشند. آیا ما صدای ما را کشیدیم؟
کدام کار غیر قانونی کردیم؟ همیشه طرفدار حق بودیم و بالاخره حق خودم به دست آوردیم. بعد از هم همه قسم میکنیم. کار را میکنیم که به ما میزه. به حال کاکا ابراهیم میایه و بر ما میگه که چی کنیم. مادر من کجا میبری؟ به او خود ضرر نمیرسه. چوباش دختر، زیاد گپ نزن. زود پس میاییم. کمی صبر داشته باش. یلماس، ما در بین دریا چی کار داریم؟ گلچرین، تو دختر خدا نمیخوایی؟ ها؟ دخترت برات پیدا میکنم دیگه. او را برات نشان میدم. تشویش نکن، صبر کن. الیف ما در دریا چی میکنه؟ ها، در دریا چی میکنه؟ تو کمی صبر کن. یلماس، ما کجا میریم؟ زن صبر کو. پیش الیف میریم دیگه. ها؟ تو رام پیش او روان کنم؟ تو یک بار خنده کو. الیف دخترت در دریا نیست. اما تا زیر دریا. بی اون کسی الیف ها؟ دخترت هم میبینی؟ تو میخواستی با ما زهر بتی ها؟ با مرکز پلیس رفته از ما شکایت میکنی. هیچ کس بگه به تو باور نکرد. چرا باور نکرد میفهمی؟ به خاطر که تو دیوان هستی. یلماس گفتم خواهش میکنم میگاره نکن. پدر تو چی میکنی؟ دیگه نام الیف نمیگیری، درست است؟ دیگه نام الیف نمیگیری. الیف نیست، الیف مرد. الیف در دریا غرق شد. اگه قدرت داری او را از آب نجات بده. اگه قدرت نداری باز دانتا بسته نگاه کن. فهمیدی؟ پدر خواهش میکنم قسم نکن. دانتا بسته میکنی؟ صدای من میشنوی زن؟ اگه نه میکشمت. قسم میخورم که میکشمت. تو را پیک دخترت روان میکنم. میکشمت. بخیز دیگه. الیف مرد. گپه ما فهمیدی؟ جنرال صاحب، ای که ما را پیش خود قبول کرده بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم. اگر کدام مشکل وجود داشته باشه وظیفه ام است که برش راه حل پیدا کنم. از جنرال صاحب، بسیار یک مشکل بزرگ است. هر لحظه تحت تعقیب است. میفهمم. اساکر زیر دست ما تبدیل میشه. صبح و شام بدون سوال و خبر به خانه ما میایه. نمیفهم چی کنیم. هر لحظه به گپای ما گوش میکنه. حتی سایه خدا میترسیم جنرال. عقاید ما مثل یک گناه پنداشته میشه به خاطر که هر لحظه تحت نظارت هستیم. به مسجد هم رفتن نمیتونیم. ما در مکتب عسکری استاد دینی کلتور و اخلاق هستم. ما از ترس اونا قوانین و عقاید تغییر میدم. حتی در ماه رمضان برام اجازه نمیتن که درباره فواید روزه برای مردم بگویم. ما این قسم کارا چطور انجام داده میتونم. من متوجه تمام گپا هستم. اما قدر بفهمین کافی است. شما تنها نیستین. در دولت ما بعض اشخاص وطن پرست هستند که هنوزم طرفدار حق هستند. ما یکی از اونها هستم. زنده باشین قماندان صاحب. بی از ما با خاطر فهمیدن همین گپ اینجا هستیم. بعد از هر بی‌عدالتی که در حقتان صورت میگیره به ما گزارش بدین. در مقابل ظلم از راه قانونی مجادله میکنیم. من خودم شخصا این کار را تعقیب میکنم. دخترا خیریت از چرا بیرون استادستین؟ داخل برین. الا ما را بیرون کشیدن آقای ابراهیم. گفتن اسنادش مشکل داره. اینجا را مهر لاک کردن. اونا چرا قسم میکنن کاکا ابراهیم؟ ما با اونا چی ضرر رسوندیم؟ دیگه چی کنین دخترم؟ در دعوا برنده شدین. همراه چادر به خود کارت هویت گرفتین. یک انسان گناهی بزرگتر از این انجام داده میتونه؟ سبب این کارشان واقعا نمیه. دخترم واقعیت ها بسیار تلخ است. شما همه قدر رو بفهمین کافی است. خب شما بگوین ما کجا بریم؟ چی خواد کردیم؟ آقای ابراهیم چطور هستی؟ تشکر. زنده باشی. بخیر باشی. قسم نمیشه آقا ابراهیم. تا فردا صبح در پیش دروازه منتظر میباشی. دخترها را بین خود تقسیم میکنیم. خانه خود میبریم. به نظر ما شما راست میگین. حالا دخترها لوازمتان جمع کنین. کاکا ابراهیم چطور راحت هستین؟ اونا قسم سر ما ظلم میکنن و ما سرخم کنیم. یک چی بلای سلام آمد. باید این ظلمم قبول کنین. قسمه که منتظر دوا بودیم همه قسم منتظر باز شدن دروازه میباشیم. نمیشه دخترم.
اونا کس مریض خود شدیم. هوا بسیار سرد است. اینجا این قسم بودن نمیتونه. کسی که امروز این کارا کرده نمیفهم فردا چی خواد کرد. امروز اگه چوب باشیم باز فردا چطور مقابلشان بریم؟ آفرین دختر. شاله خواهر، تو پلاستیک لیلونی داری؟ با خود بیار. صبر کن دخترم، یک دقیقه صبر کن. پلاستیک لیلونی را چی میکنه؟ خوابگاه دخترانه قصر آبی دوباره باز میشه کاکا ابراهیم. خبر باشه. چی شده؟ چی شده؟ برات سهیل از برکت تو روزه بسیار پر انرژی شروع کردیم. باور کن جانم. روز خوش اولادا. صبح بخیر کاکا ابراهیم. صبح بخیر. او دروازه چرا باز است؟ کدام کس داخل رفته چطور؟ نه خیر. ما چی بفهمیم کاکا ابراهیم؟ کسی در بینتان نیست؟ سراب نیست؟ سراب کی است؟ کاکا ابراهیم او دختر نآمده. این خبر از ما کس را دلیلیه گرفتین؟ در اصل او شما را مشناسه آقای ابراهیم. دیروز در وقت نان همراه ما بود. وقتی که شما در انقره بودین باز ما هم. او سر شما قهر نمیشه. دخترم تو اینجا چی میکنی؟ برات نگفتیم که نباید اینجا داخل شوین؟ لوازمم در داخل مانده بود. امروزم روز اول دانشگاه است. داخل شدن به اینجا یک جرم است. سیره خو میفهمی اما تو نیست؟ او انسان ها بیاز منتظر یک اشتباهی ما هستن. حالا بیرون شو. فقط که
دیگه هیچ مشکل نداشتیم، حال از دست دخترمو به یک جنجال دیگه خود افتیدیم. باور کنین من هیچ مشکلی دختر نفهمیدم که در داخل طلایی مانده باشه. خدایا تو برام صبر بده. دخترا گپ من خوب گوش کنه. این دروازه نباید باز شوه. هر چیزی که شوه نباید این دروازه باز شوه، فهمیدین؟ خانم عادله، تو دخترها را به دانشگاه روان کن و متوجه دروازه باش. من یک بار تا محکمه میرم. تشویش نکنین آقای ابراهیم. قماندان صاحب اومد. الیف دور اینجا خواستی؟ نه خیر، من هیچ خبر ندارم. الیف این چی وضعیت هست؟ جوان یک دقیقه. پیش از الیف من اینجا هستم. من مدیر لیلی هستم. از همین خاطر اینا بیرون هستن؟ دنیز تو خبر نداری که چی شده؟ به خاطر که ما دوا را بردیم اونا قسم کردن. در اصل تو هیچ چیز را نمیفهمی. بیا که من تو رو بفهمانم. دختر غرض نگی. گفتی که مدیر لیلی هست، یا تو نیست؟ در اینجا کدام لیلی هست؟ نیست. پس ضرور نیست که خدا به من مدیر معرفی کنی. تو چه قسم امروی کاکا ابراهیم گپ میزنی؟ دنیز از اینجا برو. من بدون تو جایی نمیرم. من برات اجازه نمیتونم که قسم پیش همه رسوا شوی. جوان تو یک بار همراهی ما بیا. کاکا ابراهیم قسم نکنین، خواهش میکنم. چیزی نیست، تشویش نکن. شما برین کارتان نکنین. اینجا بیا بچه. بیا که همراهیت گپ بزنم. حال تو برم. بگو که مشکلت چی است؟ چرا اینجا آمدی؟ مشکل من تو هستی. گذشته تو هست. من درباره تو همه چیز میفهمم. دواهایی را که باز کردی و نتایجی که از اونا گرفتی. یکی چه قسم جوانای بیگناه را بازی میتی، اما به الیف ضرر رساندن نمیتونی، چون که در پشت سر او من هستم. معلوم میشه که زیاد تحقیق کردی. گذشته مرا میفهمی، اما تو نیست. ما درباره آینده تو خوب میفهمم. بیبی جوان، الیفا با احساسات پاک دوست داری. ایره خوب میفهمم، متوجه هم هستم. میخوایی از او محافظت کنی، اما ضرر اصلی را تو به او میرسانی. اگر قلب او دختر از خود نسازی میفهمی که چی میشه. هر دویتان تا آخر عمر هیچ وقت خوش بودن نمیتانین، فهمیدین؟ نه او دکتر شده میتانه و نه تو هم اسکر مانده میتانی. وقت خود رسید که هر دویتان باید از زندگی خود منصرف شوین. او دختر بسیار متضرر شده. اگه تو واقعا او را دوست داری باز حقش ای ظلم نکو، فهمیدی؟ تو مرا نمیشناسی. الیف هم تازه شناختی. بدون شناخت چطور میتونی قسم گپ بزنی ها؟ به خاطر که ما هم همین قسم یک عشق تجربه کردیم. ما هم بسیار خوب میفهمم که او وقت انسان چقدر درد میبینه. حال دور باش. مادر لباسام کثیف شدن، در خانه‌ام هیچ چیز نیست. زار زقوما بخورن. ما در حالت هستم که کلاشویی کنم یا میتونم که غذا پخته کنم؟ توبه خدای من، همه چیز به من مونده. کاش که من میبردم که از دستان نجات پیدا میکنم. توبه بگو. کی است؟ ما به خاطر ثبت نام میرم. ثبت نام چی پدر؟ دختر تو در چیز مداخله نکن، در هر کار مداخله نکن. توبه. الیف زنده است؟
تمام این کارا به خاطر من شد. دیروز برایش زنگ زدم، از اون خاطر جرأت پیدا کرد. پیش کاکا ابراهیمم رسوا شدم. شرمیدم، حالا فکر خواد کرد که ما او را خواستم. بیبی اگه تو بخوایی یا نخوایی او اینجا میایه. به خاطر کو بچه سرت عاشق شده جانم. چه باشه قسم نگو. الیف از تو یک چیز میپرسم، تو همو بچه رو دوست داری همه تو نیست؟ ایگه دیگه از کجا شد؟ فقط یک سوال پرسیدم دیگه، چرا قدر قهر میشی تو به خدایا؟ نپرس. عشق قسم یک چیز در قلب من نیست. به خاطر درس خواندن اومدیم. بیازو فقط چند روز میشه که او را میشناسم. و ها اگه دوستم داشته باشم از عشق دور میباشم، چون ما میخوایم دکتر شوم. درست است باور کردم. آرام باش. لازم تو کارت محصلی خدا برام نشان بده که یک بار ببینم چه قسم دکتر میشی. بله جانم، امی من به کار معاونیت خود شروع کردم. مبارک خوشحال میکنم جانم. با معذرت، رئیس صاحب زنگ زده بود خانم. خواستن که درس اول دانشکده طب شما تدریس کنم. اینم نوتایش است. به اینا ضرورت پیدا نمیکنم. امروز با شاگردای خود درس زندگی میتم جانم. به این درس بیشتر ضرورت دارن. دانم جان کدام چیزی شده؟ درست است، تو رفتم میتونی. درست است. کاش که بجای متری چادر پوشا کمی فشار میوردی. باز وقت در صحنه دانشگاه این قسم گشت و گذار کرده نمیتونست. تنها تو نیستی که ضربه دیدی. تو هیچ درباره وضعیت ما فکر نمی کنی. غرور ما با شکست این دعوا از بین رفت. اما من نشان خواهد دادم که این دعوا خلاص نشده و هم در درس اول. اگه حال عقل داشته باشی تا مثل من خواد کردی. باید به خاطر چیزی که میخوایی مجادله کنی. حالا دیگه جانم پیشانی تایی قسم ترش نگی. بخص همراهی ما بیا. کجا؟ باز خواهد دیدی. بیا. کجا میری؟ بازار میرم. تو از جایت خسته نمیتونی. به قسم به تنهایی رفتن نمیتونی، ما هم رایت میرم. نه تو بیازو خسته هستی. سر کوچه یک دکان است، اونجا میرم و زود پس میایم مادر. اما زیاد طالتی اینجا را بلد نیستی، نشه که گم شوی. درست است تشویش نکن. میبخشین، دانشگاه مرکزی استانبول کجاست؟ اما تر مستقیم پیش برین. درست است. امروز مدیر بر ما درس میده؟ بله، به درس اول صنف طب همیشه مدیر میایه. به نظرم درباره دانشگاه معلومات میده. آی بسیار هیجانی است.
تو کتاب چیز گرفتی؟ ما هنوز کتاب نگرفتیم. ده یه هفته بر ما خواهد آورد. ای قسم از درست است. سلام، من ایلیف هستم. سلام دوستان. کلتان اینجا به خاطر یک هدف آمدین، اما بسیار کنجکاو شدیم که بعد از 6 سال چند نفر از شما به عنوان دکتر از این دانشگاه فارغ میشین. حالا خود شما به هر کس میگین که من دکتر میشم، اما بعد از امتحان کوچکی که چند لحظه بعد میگیرم خواهد فهمیدین که این کار قدر آسان نیست. بله، من حالا به یک مریض داوطلب ضرورت دارم. تو اینجا بیا. اینجا دراز بکش. البته حالا من به یک دکترم ضرورت دارم، اما یک نفر عادی نباشه. یک کسی باشه که به خاطر رسیدن به اینجا فداکاری انجام داده باشه. یک شخص قوی. بله، میبینم که از همیاله یگان تا ناکامی را قبول کردن. خانم کوچک، شما واقعا میخواین که دکتر شوین یا نه؟ البته که میخوایم. پس بفرمایین که کل ما یک جای ببینیم. بفرمایین خانم دکتر، سر مریض استاد شوین. میبینم که به خاطر دکتر شدن فقط معلومات طبی لازم است یا که لیاقت هم لازم است. او را شما ببینین. خب دم موترتان تا خانه میرین. دفعتاً پیش رویتان یک نفر میآید. توقف کردن هم میتونین و او را میزنین و به زمین میفته. باز شما چی میکنین؟ ما اول میبینم که زنده است یا چه قسم میبینی؟ چی میکنی؟ نبض گردنش یک بار بیبی. نه خیر. مجرای تنفسیش بیبی. بیبی که تنفس میکنه یا نه؟ نفس کشیدن نمیتونه. باید برش تنفس مصنوعی بیتی. ما چطوری کار انجام بدم؟ پس مساج قلبی برش بده. حالا دیگه کارتا شروع کن. نه خیر. پس خونریزیش متوقف بساز. شریانش قطع شده. باید او را محکم بسته کنی. باید زود یک تکه نخی پیدا کنی. مثلا این تکه‌ای که در سرت است. این تکه در کجا بیشتر مفهوم داره؟ وقتی که سرت همراهش پت میکنی؟ یا وقتی که بتانی همراهش یک مریض در نجات بدی؟ ما این کار نمیتونم. مریض فوت کرد خانم دکتر. اولین مریضت از دست دادی. میفهمی که چرا؟ به خاطر که با گردن او دست نمیزنی. به خاطر که برش تنفس مصنوعی نمیتی. به خاطر که از اعتقاداتت منصرف نمیشی. بله، حالا از شما میپرسم، شما واقعا میخواین که دکتر شوین یا نه؟ سلام، من خواهر خودم میپالم. نامش ایریف گورال است. اینجا طب میخوانم. میشه تذکرتان رو ببینم؟ البته. بفرمایید. تشکر میکنم. بفرمایید.
شما بفرمایید. بفرمایید. اولیا؟ خواهر جانم، خواهر قندم. جانم، زیاد پشت تق شده بودم. میفهمی حتی پشت جنگای تق شده بودم. مام، خانه بسیار خالی از خواهر. مادرم چطور است؟ چطور باشه دیگه؟ هر روز از دست پدرم لط میخوره. تو رم لط کده. من ده عکس دیدم. خدا را شکر که حال کم خوب شدی. او باره هیچ نپرس. دستایش بشکنه انشالله. این قسم نگو، هرچی نباشه او پدر ماست. ای گپارابان، تو چطور هستی؟ از آمدنت کس خبر داره؟ نه خیر، اگه خبر شو اینجا آمدیم مرا میکشه. میگه که نباید نام الیفا بگیریم خواهر. اون روز کم مانده بود مادر من غرق کنه. چی؟ او نمیفهمه که من زنده هستم، همه تو نیست. اولیا، پات برش بگو او را گرفته اینجا بیار. دختر تو پدر من نمیشناسی. بانش که دمی فکر باشه. اگه خبر شوه که ما تو را پیدا کردیم، بازردوی ما را خود کشت. پس جایی بود و باشه تا نبرم بگوین که من بیایم، حداقل از دور مادرم ببینم. بیبی، اما باید از راه دور ببینیش. درست است؟ درست است جانم، وعده است. وعده میکنم که خدا نشان نمیتم از دور میبینم. درست است. راه خو بلد استی خواهر جان؟ بله خواهر. متواجد باشی. الیف؟ بازم تو؟ او خواهرت نبود؟ او اینجا چی میکنه؟ با تو چی؟ باید بر تو حسابی یک دقیقه صبر کن. امروز صبح تا خوابگاهتان آمده بودم، هیچ کنجکاو نشده که چرا؟ چرا کنجکاو شوم؟ بیاز تو هر روزم اونجا هستی. اما این بار فرق میکرد. آمده بودم که به تو هشدار بتم. به خاطر چی؟ بیبی الیف، در جایی که تو زندگی میکنی اونجا هیچ جای خوبی نیست، باور کن. حتی مالک و خوابگاهم هیچ شخص خوبی نیست، من میفهمم. من دوسیه او را دیدم، گذشته خراب داره. کاکا ابراهیم میگی؟ بله آقا ابراهیم میگم. او از شما استفاده میکنه. گپت درست بزن. کاکا ابراهیم شخص نیک است، به ما کمک میکنه. از تمام ما خوب محافظت میکنه. از چهره همه چیز واضح است. ای به خاطر است که پدرم لطم کرده. به خاطر که موی ساختگی را در سرم بانم لطم کرد. اما کاکا ابراهیم ده همین مورد بر ما کمک کرد. حالا از برکت او قسم با سرپاد به دانشگاه آمدیم. البته که باید قسم رویه کنه. دیگه چه قسم میتونه اعتماد شما رو به دست بیاره؟ به هیچ گپت باور نمیکنم. الیف بیبی، باز پشیمان خود شدی. ما فقط از یک چیز پشیمان هستم، او از معرفی شدن با تو است. بیبی، بعد از این هر چیزی که شود در مقابل من نیا. و ها به خاطر تهمت کردن بالای کاکا ابراهیم خو اصلا نه. الیف یک دقیقه صبر کن. الیف تو را میگم صبر کن. الیف اوز کنه اینجا برم بته.
قماندان. اوه وقتتان خوش. تو کجا هستی ها؟ ما فکر کردیم که رفتی دیگه پس نمیایی. در این روزا هیچ خبر ما رو نمیگیری. تازه اینجا اومدیم. یک هفته یا 2 هفته میشه. جان جور باشه. تشکر، زنده باشی. بعد از این دیگه همینجا میباشی؟ انشالله. استاد محترم کم عوارض پیدا کرده، یک بار خوبی بی. تو محترت امشب اینجا بان، من فردا صبح جورش میکنم. من فکر میکردم شاید در 1 ساعت 2 ساعت خلاص شوم. دیگه محترات نوبت هستن امروشان. وعده کردیم اما فردا صبح جورش میکنم. وعده است. خوب است. پس وقت خوش برتان. قماندان ببین کاری موتر خلاص است. اگه میخوای با این موتر امشب رفتن میتونی. نه خیر، من خودم میرم. زنده باشین. شبتان خوش. سلامت باشی. مر رنج 16 رو بده بچه آفرین. اصلا اینجاست. درست است. موتر چطور کردی؟ دورا پرزا میکنه. پولت گرفتی؟ حالا دیگه گم شو. ای خو کم است. کم است؟ تو کارت درست انجام دادی؟ هر چیزی که گفتی من انجام دادم. بچه تو کار ما را خراب کرد. کم مانده بود که قاتل شوم. اگه میخوای کدام بالا سرت نیایه باز از اینجا زودتر برو. حالا گم شو. درست است. حالا دیگه. گفتم استاد شو. دنیز تو خوب هستی؟ دنیز لطفاً برای من چیزا بگو. خوب هستی؟ دنیز بفرما بیادر چی میخواستی؟ این موتر کی اینجا آورده؟ نمبر پلیتش کجاست؟ و تو چی غرض؟ با ما جواب بده. این موتر کی اینجا آورده؟ تو دیوانه هستی؟ چی میکنی؟ قال مقال انداختی. جواب بده. حالا چیگه پس بیادر چی میکنی؟ برو طرف. تو برو. گم چه؟ چه گم شده قماندان؟ حیدر تو پشت سر برو. قماندان چی؟ این مشتری سابقه ماست. بیادر معذرت میخوایم، ما نفهمیدیم که این مشتری ماست. این موتر که اینجا آورده برام جواب بده. چی بفهمم بیادر؟ یک نفر آوردهش گفت 2 روز بعد پس میگیریمش. باز دروغ نگو. جواب بده که ایره کی آورده؟ او احمق میخواست مرا از بین ببره. اگه چیزی را میفهمی و نمیگی باز تو عمده جنجال خود ماندی. فهمیدی؟ بیادر من نمیفهمم. با ما آهنگری را روان کرد. اگه میخوای یک بار بیبی. الیف از وقتی که تو از دانشگاه آمدی هیچ گپ نمیزنی. به خاطر که ماده بیرون ماندیم خفه شدی. چطور؟ سهیلا به نظرت من دکتر شدم میتونم؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ امروز خانم رنا برام گفت شده نمیتونم. تو رده کجا دیدی جانم؟ ده صنف ما آمده بود. یک بچه را خواباند باز مرا به عنوان دکتر خواست. من به مریض زده نمیتونم. چطور دیگه؟ نمیفهمم جانم. شرمیدم. او یک بچه بود. گرچه اگه واقعا مریض می بود باز شاید او وقت نمیشرمیدم. تو میگفتی که میخوایم دکتر اطفال شوم یا دکتر نسایی ولادی. پس چی شد؟ تا وقت زیاد وقت مانده دوره دانشگاه و کارهای عملی. من همیشه با این شک زندگی خود کردم که آیا کدام کار غلط خو نمیکنم. الیف این موضوعات حساسی هستن. هر چیزی که بگوییم به جایی نمیرسیم. وقتی که آقا ابراهیم آمد باز از او مشوره میگیریم. درست است جانم؟ دخترا آقا ابراهیم آمد. بریم دیگه.
چی شد آقا ابراهیم؟ به خوابگاه داخل شده میتونیم؟ نه دخترم نه. از صبح تا حالا هیچ جایی نمانده که نرفته باشم و از هیچ کس نمانده که کمک نخواسته باشم. هر دروازه ای را که تک تک میکردم تمامش برای این بسته میشدن. سالها پیش چند اوراق به اونا داده بودم، اونام گم شدن. من گفتم که اوراق جدید بتین. به خاطر دادن اوراق جدیدم 100 رقم بهانه میکنن و گپای ناق میزنن. هیچ نمیفهمم که چی خواد کردیم اولادا. اونام نمیخواین که به این لیلیه داخل شویم. اگه واضح بگویم اونا میخواین که ما از هم جدا شویم. پس قسم که از ما مزدشان اینجا میشینیم. نمیشه دخترم، نمیشه. بعد از این تمامتان باید گپ مرا گوش کنیم. بعضی اشخاص خیراندیش هم بشناسم، با اونا خبر روان کردیم. انشالله فردا صبح به ما یک جایی را پیدا خواد کردن. جگر خون نشین، درست است؟ حل میشه انشالله. باز من امرت خواد دیدم. یک چند وقت اینجا نمی باشم. درست است. بیا از خطر متوجهم است. گوش کو برات چی میگم. هر چی زودتر به قهوه خانه بیا. این کلید برات میتم. اما کم عجله کو، درست است؟ خوب است. سلام علیکم. علیکم السلام. مرا استاد ایدر روان کرده. ارتان میشناسی؟ خردزابط ها میگی؟ گفتی خردزابط؟ اما ارتان میگی که عسکری میکنه. گرچه میگن که استفاده داده، اما آها آمد. ببین که امو هست یا نه. صبر که احمق. استاد چه فرار نکن. تو را میگم صبر کو. کجا میری احمق؟ تو کی هستی و از دختر چی میخوایی؟ گپ ما جواب بده. احمق. تو کی هستی گفتم؟ جواب بده. بخزاله از دختر چی میخوایی؟ بگو چی میخوایی؟ چرا پشت دختر گرفتی احمق؟
گپ بزن اگه نی از بین میبرمت. بیگه دخترم. زنده باشین کاکا ابراهیم. روز اول چطور گذشت؟ سهیلا یگان چیزا رو برام گفت. خانم رعنا زیاد آزارت داده. شاید حق با جانب باشه کاکا ابراهیم. شاید ما مسلک اشتباهی را انتخاب کردیم. تو گپ قلبت گوش کو دخترم. بیبی یک انسان هر طرف انسان دیدن نمیتونه، اما به صفت دکتر و مقصد تداوی دیدن میتونه. در اسلام هم به این کار اجازه دادن. ای به خاطر دکترها جایز است. واضح است که خانم رعنا ای کار به خاطر شرمنده ساختن تو کده. ای را خوب میفهمم دخترم. دکتر شدن اگه بدون درآمد خوب زندگی را به خاطر خوبی انسانان میخوایی، باز شکست قبول نکن، پیش برو. و یا اگه این مسلک خوشت نمیایه باز همیال سر وقت است پس تغییر بده. ای که انسان به طور مادی و معنوی خوب زندگی کنه بسیار برش مهم است. هر کسی که ازت کمک بخواه باید برش دست دراز کنی. شما هم راست میگین. بالاخره او به خاطر کمک گرفتن پیشتان آمده بود. بدون دست زدن تداوی شدن نمیتونه دختره. باید تو هم دکتر میشی. اگه تداوی نکنی باز خدا هیچ وقت مسئول حس نمی کنی. البته که احساس میکنی. خب پس معلوم میشه که نظر به بعض حالات احکام دینی تغییر میکنه. اما تو نیست؟ آب نوشیدن برای یک شخص مریض که تازه از عملیات بیرون شده باشه مضر است و به شخصی که در بیابان تشنه شده باشه ضرورت است. او احکامه که بر انسانهای عادی ناجایز است و برای دکترها به هدف تداوی جایز گفته شده دخترم. او به خاطر رساندن شفایی که خداوند نصیب انسانها کرده فقط یک وسیله هستی. تا وقتی که با این فکر حرکت کنی و از مسلک خود سوء استفاده نکنی باز کاملا راحت می باشی. من امروز واقعا با او بچه دست زدن نتونستم. بسیار شرمیدم. چون که به خاطر این کار یک بنده سرت امر کرده بود. حق نه. تو هم میفهمیده که این گپ دروغ است. به خاطر عشق که با خداوند داشتی در این دام بند نماندی. آفرین دکتر خانم. برش گفتم سر مریض استاد شو، نبضش یک بار بیبی. باز گفتم تنفس مصنوعی برش بده. واقعا همه قسم برش گفتیم؟ البته که برش گفتم. او دختر باید بفهمه که با این چیزا روبرو میشه. خب امیم در لحظه آخر به هم بین فشار داد. برش گفتم چادر بکش. گفتم زخم مریض بسته کو. برم نگو که چادر خود کشید. نه جانم. من میفهمیدم او چادر خود پاس نمیکنه، از او خاطر رو انتخاب کردم. خواستم به همگی درس خوبه باشه. آسان خو نیست که هر کس دکتر شوه. آی همه جان، همیشه که شما عروزمی قسم بر ما درس بدین بسیار ساعت ما تیر خواهد شد. حالا زیاد گپ نزن. بیا در شما برین، ما قهوه را آماده میکنیم. آقا قدرت، ما چی کردیم ها؟ من دیگه تحمل شنیدن یه پاره ندارم. پس گوشای تا کار بنداز، چیز نشنو. وجدانتان چطور میتونه قدر راحت باشه؟ اونا مادر و دختر هستن. اونا دو دشمن هستن. دشمنای هستن که هیچ وقت با هم یک جا نمیشن.
درست اما قسم که ما میخواستم. بفرمایین. تشکر. نوش جانت آقا سنجر. دنیس کجاست؟ آی فراموش کردم که برات بگویم موترش خراب شده بود. گفت که به خاطر جور کردنش پیش مستری میره. فقط همراه و دختر نباشه دیگه هر جایی که میره بره. دیروز سنم در قرارگاه پیش دینیز رفته بود. خب برش غذا آماده کرده بود. بعدشون پیش ما آمد. گفت که همراهش وقت خوبی رسه پری کردیم. توبه توبه. من فکر میکنم حالا که رابطه اونا اقدر خوب شده آمادگی یک مهمانی رو نگیریم جانم. خوب است تشویش نکن مهمانش میکنه. بله درست است همیالی همونجا میریم. چی شده آقا سنجر؟ از قرارگاه زنگ زدم. دینیزو کسی که بالایش فایر کرده بود دستگیر کرد. چطور یعنی؟ او نفر یک اسکر بوده؟ فرق نمیکنه به زودی منفک میشه. توبه خدایا، اگه بگویه که معاون سنجر بودم باز اگه نام تو را بته چی؟ و قدر جرأت نداره که نام مرا بته. برو لباسای ما آماده کن. بیشی قبل از این قماندان دنیز میشناختی؟ نه خیر. چرا پیش او لیلی رفته بودی؟ کوشش کرده بودی که او دختر اختطاف کنی. همراه قماندان کدام خصومت داشتی؟ این وضعیت بهانه گرفتی. گپ زدن نمیتونم. چرا؟ کسی تو رو تهدید میکنه؟ ببین دوستی تو به از هم سنگین است. از عسکری هم منفک میشی. خدا دالت سختتر قرار نده. میخوایم همراه جنرال گپ بزنم. تمام چیزایی را که میفهمم میخوایم به او بگویم. من به دیدن یک از دوستایم رفته بودم. وقتی که دیدم او آدم مملکت باز مجبور شدم که مداخله کنم. دوست شما در خوابگاه زندگی میکنه؟ بله در خوابگاه زندگی میکنه. من برش چندین بار گفتم که اونجا زندگی نکنه، اما چون در استانبول نو آمده کسی را نمیشناسه مجبور است. از او خاطر اونجا رفته بودم. دنیس؟ دگروار عبدالله است. راحت باشین دگروار صاحب. چی شده؟ او آدم در کجا دیدی؟ تصادفاً موتر شده مستری خانه دیدم. البته بعد از او پشت او آدم گرفتم. کدام چیزی گفته؟ تحقیقات جریان داره. ما همیال معلومات میگیرم آقا. چرا از پشت او آدم رفتی؟ اگه با سرت کدام بلایی می آورد؟ چی میکردم پدر؟ این کارش نادیده میگرفتم. حال هر چیزی که هست و نیست تمامش میگه. کدام چیزی دیگه است؟ فهمیدم درست است. چی شد؟ اظهارات خدا نمیتم موینسه. میگه فقط میخوای به شما بگویم. میخوای به ما بگویم؟ ای چیه موقت است؟ یک راه و چاره پیدا خواهد شد. شما تشویش نکنین آقا ابراهیم. چطور تشویش نکنم خانم عادله؟ ما به خاطر این وضعیت دخترها بسیار جگرخون هستم. این وضعیت ما را بیبی. تو هنوز هم نخوابیدی دخترم؟ خوابم نبرد خاله عادله. کاکا ابراهیم، من از شما یک چیز میخوایم. چی میخوای دخترم؟ مرا پیش مادرم میبری؟ ما میایم. دینیس تو همینجا باش. اول باید بفهم مشکل او آدم چی است. بفرمایین جنرال صاحب. شما بیرون باشین. میخوایم امراش با تنهایی گپ بزنم. میخوایم سریعا کل داستان برای من اعتراف کند داستان صاحب. پس همراهش باید تنها شد. با چشم جنرال صاحب.
شما چرا بیرون شدین؟ جنرال صاحب ازم خواست. کدام اشتباهی خونه کردی اما تو نیست؟ این دست شماست. مرا به خاطر معامله کردن اینجا خواستی آدمی بیعقل؟ باید همراهیم کمک کنیم. اگر نه ما مجبور میشم که نامتان بتم دیگه چاره ندارم. تو این کار کردن نمیتونی. چرا کردن نمیتونم؟ ما بیازو تباه شدیم. شما باید در این باره فکر کنین. اگر نمیخواین که برباد شوین باید بریم یک راه نجات پیدا کنین. این کار باید بالای کسی دیگه بندازیم. ما میخوایم او آدم هرچی زودتر از دایره دولت بیرون شود. ابراهیم اویگون باید بگه که او مرا موظف ساخته بود. او وکیل میخواید دوا مشهور شوه. از همین خاطر از من خواست که دختر اختطاف کنم. این قسم شما نجات پیدا میکنه. اما ما چطور میشم؟ بازم به زندان میرم. اگه این قسم اظهارات بتی باز فقط با جزای زندان نجات پیدا میکنی. اما اگه ما او اسلحه را برشان بتم که ما تا نمیخوایم بگویم که با او اسلحه چقدر جرم انجام دادی. باز او وقت تو را حتما اعدام خواد کردن. فراموش نکن. چی شد پدر؟ چی میگه؟ پشت ای کار دسته همونا هستی نیست. چطور؟ از همین خاطر میترسید اظهارات نمیداد. البته او میفهمه که گناهش زیاد سنگین است. به هر صورت به خاطر اختطاف کردن دختر ای آدم مدیر خوابگاه ابراهیم موظف ساخته بود. امکان نداره. تو آلی بیبی کمرای کی مقابل شدی دینیست؟ همینجاست؟ به نظرم همین کجا. خانه شماره چند بود؟ 57. خانه 57 کمی پیشتر است. شاید همین کجا باشه. مطمئن هستی؟ نباید زیاد به خانه نزدیک شویم. اگر نه با سرمو میفهمن. به خاطر دیدن مادرت بسیار بیقرار هستی اما تو نیست؟ کاش مادرم دعا خوش گرفته بتونم. دروازه را تک تک کنم. نه خیر کاکا ابراهیم. پدرم زده هولیا را خود کشت. نمیتونم قصدن به خواهرم ضرر برسونم. مادر جانم. الیف الیف الیف
چی شده مادر؟ اینجا آمده. چی میگی زن؟ ایلیف چی؟ ایلیف آمده. دیوانه شدی زن؟ ایلیف از کجا شد؟ بسته کو دروازه را. ایلیف آمده در بیرون از طرف مسائل میکرد. من دیدم. گپ ناق نزن و چی تو آمدم میتونه. پس شو ایلیف آمده پس شو. زیجان. ایلیف از کجا شده ای وقت تو چی میگی زن؟ کجا میری؟ صبر کو میگم کجا میری؟ امیل اینجا بود. اینجا استاد بود. ما در حوزه پلیس دروغ گفتم اما تو واقعا فکر کردی که او زنده است؟ دخترم زنده بود. طرفم سهل میکرد باور کن. بیا دیگه زنده نیست. زیاد گپ نزن. برو هلا داخل برو. ایلیف درست است مادر بیا. بیا که بریم آرام باش. داخل برین. بی اقلا. ایلیف دیگه از کجا شده ای وقت؟ داخل برین. ایلیف یک دقیقه اینجا بیا. تو از اینجا برو. زیاد مهم است. یک بار میبینمت پس میرم. 5 دقیقه. چپ باش درست است. چی میخوایی؟ ایلیف خوب گپای ما گوش کن. تو در خطر هستی. به خاطر گفتن همینجا آمدی. تو باز چی چتیات بر ما گفته میری؟ بگا پایت باور نمیکنم. ایلیف حداقل یک بار خوب گپ ما گوش کن. این بار کار جدی است. او آدمی که کوشش کرد تو اختطاف کنه رو پیدا کردیم. او آدم در اظهارات خود نام کی داده تو میفهمی کی خواسته تو اختطاف کنه؟ کی؟ او ابراهیم اویگون است نه؟ او وکیل شما. او کوشش کرده تو اختطاف کنه. او این کارا کده نمیتونه. ایلیف امیال به خیمه برزو چیو حالا؟ ایه جای نمیره. تو دیگه کی هستی ها؟ ده اصل تو کی هستی؟ دینیز کاکا ابراهیم لطفاً اقسم نکنید. طرف ما بیبی ما دیگه نمیخواییم در 4 طرف ای دختر تو را ببینم. چرا؟ نقشه هایت خراب میشه چطور؟ او وقت باز نمیتونی که اینا را در دام بندازی؟ بی تربیه تو چه قسم گپ میزنی؟ اینا تمامشان دخترهایم هستن.
اونا آمده. حالا با اونا مشکلتان خود گفتین. تو چی کردی؟ ما هیچ کاری نکردیم. ای خودش برای خود چاکنده. ابراهیم اویگون کی است؟ بفرمایید معصوم. شما باید همراه ما تا حوزه پلیس برید. چرا به حوزه پلیس بره؟ این خودش وکیل است. خب گناهش چی است؟ شما را به اتهام امر اختطاف ایلیف گورل تحت نظارت میگیریم. چی؟ ایلیف بیرون شد دخترا. کوکا ابراهیم خون نیست. ایلیف یک دقیقه صبر کن. دیگه چی میخوایی؟ خواسته تو خونه پوره شد کاکا ابراهیم در داخل است. حالا خوش هستی؟ تو کور هستی؟ چرا نمیخوای حقایق ببینی؟ او احمق میگه که مرا ابراهیم اویگون به این کار موظف ساختم. دروغ است. تمام این گپا دروغ است. باور نمیکنم. به خاطر باور کردن تو باید من میمردم. او آدم احمق از شما استفاده میکنه ایلیف. بس است دیگه. شما احمقام سر او باور میکنی. گفتم بس است دیگه. نمیفهمم که چه قسم پیش شما ارزش پیدا کرده او احمق. شنای جانم دینیز پیدا که مهمانا خواد رسیدن. حالا زود شده گه. دینیز ده خانه نیست. یعنی چی که نیست؟ نمیفهمم. نیست دیگه. بیرون شده رفته. موبایلش هم خاموش است. آی حتما پیش او دختر رفته. ما با این بچه چی بگویم؟ مرا دیوانه خواد کرد. خودش دید که اونجا چه قسم یک جای است. آدمای اونجا را بیرون کردیم. مالکشان به زندان روان کردن. به خاطر او چی کنم دیگه؟ چی کنم؟ اونا هم آمدن. بله آمدن. چی کنم؟ آمدن دیگه. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین. بفرمایین. جنرال صاحب خوش آمدین. خوش باشین. سلام. خوش آمدین. خوش باشین. دینیز خانه است. دینیز آل خواه آمد دخترم. در این وقت کجا رفته؟ میخوای غافل گیرید بسازه. بیا داخل بیا. جگرخون نباش جانم. بسیار کار خوب کردی. دست درد نکنه. سهیلا درست است. قسم نگو بس است. چرا؟ او بچه ده حق آقا ابراهیم چی کرد؟ تو ندیدی؟ اگه اینا میزدش من او رو باسیلی میزدم. قسم میخورم. جانم شما چی میفهمین که او دروغ میگه؟ اگه پلیس ها چیزی رو نفهمن بازو قدر وقت نگانم. متوجه گپایت باش. اگه نه قهر خود سر تو خالی خواد کردم. سهیلا دخترم بسیار بد است. این نمک حرام است عادل خواهر. نمک حرام است. تو برو گم شو از اینجا. در بین ما دیگه جایی نداری. برو. بیازونیت هم ندارم که دیگه اینجا باشم. هیچ معلوم نیست که شما اینجا چی میکنید. دلتان که باور میکنین یا نمیکنین اما او کوشش میکردی دختر اختطاف کنه. این دختر چی میگه؟ الا دخترم به خوابگاه میریم. الا بخیز جانم. بخیز. الا دخترم بیا که بریم. آی او در وقت صبح مرا غافل گیری میکنه. نمیفهمم. او همه قسم گفت دیگه. جنرال صاحب با نظرم کارایی که دیشب در قرارگاه شد شما از اونا خبر ندارین. چی شده ها؟ میشه که در وقت صبحانه خوردن درباره کار گپ نزنین؟ مربوط شما میشه. موضوع بر علیه دانشگاه بوده. درباره وکیل ابراهیم است. او همراه یک نظامی که رابطش با اردو قطع شده معامله کرده. کوشش کرده توسط او یکی از دخترای خوابگاه اختطاف کنه. باورتان میشه؟
تا او را از بین ببره و وانمود کنه خودکشی کرده. خوب است، اما او چرا یک قسم یک کار کنه؟ به خاطر تهمت زدن به شما. او دختر بیچاره چادر پوشه که در دانشگاه بالایش ظلم شده بود خودکشی کرده. به هر کس همه قسم میگفت. در مقابل قسم یک شخصی به وجدان ایستاده شده میتونه؟ مثلا شما مقابله کرده میتونین خانم رنا؟ خب میبینی رنا جان، خدا میفهمه که وکیل به خاطر برنده شدن دوا چی کارها کرده باشه. خب حاله از عاقبت وکیل کدام خبر دارین؟ جنرال صاحب چند لحظه بعد او را به دادستانی میبرن. نمیفهمم همه قسمی که او میگه خدا میفهمه. دنیز بچیم صبحتون بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. خوش آمدین جنرال صاحب. خوش باشین. معذرت میخوایم کمی ناوقت شد. به خاطر گرفتن گل مورد علاقه سنم کمی ناوقت شد. بسیار زیاد تشکر میکنم. قابلش نیست. با امید دیدار دوستا. من میرم. اگه از من خفه هستین مرا ببخشین. زینب تو کجا میری؟ همراه کاکایمشان گپ زدم. اونا گفتن پیش ما بیا. تو میخوای کجا بری؟ از من پرسید، برش گفتم رفتم میتونی. این قسم با منتظر بودن در پیش دروازه چیز نمیشه. وقتی که آقای ابراهیم اینجا بود امید داشتم که یک راه حل پیدا خواهد شد، اما حال خوب وضعیت معلوم است. هر کس به خانواده خود زنگ بزنه. امشب هیچ کس اینجا نمی باشد دخترها. الا دخترم. برای چای بندازم جانم؟ اگه تو برم بندازی حتما. ای که شما را قسم خوش و خندان میبینم بسیار زیاد خوش میشم. همه چیز در گذشته ماندن دیگر، نباید دوباره گپ بزنیم. تشکر میکنم. نوش جانم. امروز کدام کار مهم داری؟ نه خیر. خوب است، پس همراه ما بیا. ساعت 3 بجه پشت تو میایم. آی بازم میخوای من غافلگیر بسازی؟ بله، اما این بار تو بسیار متعجب خواهد شدی، مطمئن هستم. چقدر یک روز جالب است. هر لحظه متعجب میشه. متعجب شدم شما تانستین و موضوع وکیل قدر زود حل کنین. از دیگه طرفم بسیار خوش شدم. تشکر جنرال صاحب. این فقط یک بخشی از داستان بود که به شما گفتیم. او کسی را که خواست اختطاف کنه او ایلیف بود. یعنی جناب وکیل میخواست که ایلیف از بین ببره. بازم اعتماد ما به دست آوردین معاون صاحب، تبریک باشه. براتون یک وظیفه دگام میتم. شما امر کنین جنرال صاحب. شما خو میفهمین در دانشگاه ما جاسوسا و نفرای جوان داریم که از اول اونا ما را با خبر میسازن، اما تو نیست؟ بله جنرال صاحب. جلسه که امروز برگزار میشه میخوایم شما ریاستش به عهده بگیرین، یعنی باید کار ما را انجام بدین. حتما امرتون به جای میشه.
دیگه چاره نداره، مجبور هستی که زنگ بزنی. گپای خالادره رو شنیدی؟ سهیلا تو پدر من نمیشناسی، هیچ معلوم نیست که امرایم چی میکنه. این ترس تو حال هیچ فایده نداره ایلی. ایره تو بیگی. بله؟ بله؟ مادرم هست. بله کی هستی؟ بله؟ زن تو چی میکنی؟ ایره برم بته. تو کجا میفهمی که در موبایل چه قسم گپ بزنی؟ بله پدر؟ دختر تو دیوانه شدی؟ چرا برم زنگ میزنی؟ همگی در داخل هستم. دیگه چاره‌ای نداشتم پدر، دست سر سرک موندیم، حیران هستم. تو چی میگی دختر؟ خوابگاه بسته شد. وقتی از نزدیک دیدمتان براتون میگم. فعلا در نزدیک خوابگاه در یک خیمه زندگی میکنیم. ها یعنی میخوایی که من برات خانه بگیرم؟ ایره بیبی درست نشد از مادرش. وقت به خود یک زن دیگه پیدا کرده. پدر حداقل کم پول خو برام بیاره تا یگان چیز برای خوردن بگیرم. دختر امروز قسم تفاهم نکرده بودم. گفته بودم به من زنگ نزن ها. او وقت خوب بسیار خوب گپای من قبول کردی. زیاد نه پدر، فقط همانقدر که گزاره کنم. دوستایم پول دارم. این پولی که گزاره کردن میتونی چقدر است؟ درست است من برات میارم. اما گوش کن دیگه به من زنگ نزنی. اگه نه یک لیرام برات نمیتونم. فهمیده شد ها؟ آی آدم بی غیرت بی وجدان. میخوای با او پولم ببره. همراهی پول هر دویتانه گم میکنم باز خود دیدی. درست است زیاد گپ نزن. حالا قد کو دیگه. دیگراره بیبی که چی کارا میکنن؟ من نوزم لباس میبافم. او بکس کجاست؟ کدام بکس؟ بکس پدرت میگم. به نظرم تو دیوانه شدی. هر دوی ما را خود کشت. اگه برام نگویی میکشم من. دلماری زیر کمپل است. یک بار برام بده. اما من خود لباس میبافم. جا باش. به خاطر همه چیز بسیار روزی خوبی داشته باشین. دینی جان باز میبینیم. ساعت 3 منتظرت هستم. خدا حافظ مامان صاحب. جنرال صاحب به خاطر که دعوت مرا قبول کردین بسیار سپاسگزار هستم. باز میبینیم. بیادر این موضوع ابراهیم دیگه چی قسم است؟ چی شده؟ شما گفتن که دختر اختطاف کرده. ای چطور امکان داره؟ رنا تو بسیار ساده هستی. بسیار تو آدم هیچ نمیشناسی. از او آدم توقع هر کار میرم. سالهای قبل عاشق او شده بودی اما حالی هم او را درست شناخته نتونستی. در زندگی بسیار چیزا هست که باید یاد بگیری.
بسیار زیاد. برای چند روز پول دارم اما بعد از اویش نمیفهمم. تو خو همه قدرم داری اما من هیچ ندارم. ما خو یک جای هستیم دیگه. کفایت نمیکنه، ایلی فست نمیکنه. پس چی کنیم؟ با مادر چون زنگ نمیزنی؟ زنگ زدن نمیتونم. چرا؟ وضعیت ما از تو کده خرابتر است. نمیخواین مرا ببینن چون چادر میپوشم. من نمیفهمیدم جان. بیازو هیچ کس نمیفهمه. مامایم همراهیم کمک میکنه. از اوم چند روز پیش پول خواسته بودم. راستش من چند تا انگشتر رو گردن بند دارم، اونا رو مفروشم. بیا که بازرگری بریم زود شو. ما بیرون میرم. کجا میری؟ بازار میرم. شما چی رو در دادن که مثل حمام اتاق گرم کردین ها؟ هیچ. چوباتکای اضافی بودم. ها خوب است. حالا بیرون شوین، چند دقیقه بیرون شوین. حالا دیگه وقت ضایع نکنین. آفرین براین. تو خو یک دقیقه از این تار سوزن لعنتی دور نیستی. بیرون شو دختر، برو. پولایم کجاستن؟ زن! کجا گم شدین؟ دختر بگو این دی بکس ما کیده زده؟ کدام بکسه؟ ما رو بکست کار نداریم. نمیفهمیده کجا مونده بودیش؟ تو خو نگرفتیش؟ برادر چطور معلومشم؟ مثل قدیر بچه فلان معلومشم نه؟ تو گرفتی ها؟ ما گرفتم برادر. یک دوست ما همراهیم کمک کرد اما ما خوره نمیگم احمق. چی رو میگی برادر؟ این بکس بیبی خالیست. پولایش کجاست برادر؟ ما میرم میگم. گفتم پولا کجا؟ ما میرم میپرسم پولا کجاستن؟ ما چی میفهمم؟ ما خب پولا رو نگرفتیم برادر. ما حق تو رو میتونم گفتم پولا کجاستن؟ پولای ما تو گرفتی. پولای ما رو بده، پولا رو کجا موندی؟ لعنتی. کشمه. خسم اگه دیگه تلالت کنین. زنده نمیمونم. بکشین اگه دیگه تلالت. پولای ما رو گرفتی لعنتی. میکشمه. ما پولا رو نگرفتیم. میتونین بشینین. دوستا، جنرال قدرت به شما سلام رسانی، یادم نره. خب معلوم دار است که دانشگاه ها شروع شده و کارا کمی سخت‌تر میشه. بعد از این هر هفته گزارش کارهایتونم میخوایم. هر کاری که در دانشگاه صورت میگیره، گروپ سازی ها، کارهای مخفی تمامش به ما گزارش بدین. و ها، مسئول دانشگاه مرکزی استانبول کی است؟ ما هستم آقا. شما از دوستای ما هستین، کارتان رو به خوبی پیش میبرید. مسئولیت تا به درستی انجام میدین. شما در کارهایتان بسیار موفق بودین. از همین خاطر نماینده محصلین معرفی شدین. با شما تبریک میگم. اعتماد اونا رو به دست بیاریم مهم است. وقتی اعتماد اونا رو به دست میاریم که یگان کار براشان انجام بدیم. با نام شما یک بنیاد خیریه را ایجاد کردیم، میره براشان بدیم. مسئولش تو هستی. او جوانایی که میخواین درسای دینی را فرا بگیرن میتونی زیر یک سقف جمع کنی. در ضمن میتونی بورسیای تحصیلی را به بعضی اشخاصی که شایسته‌شان هستند بده. از شما حمایت میکنی. اگه این بنیاد با موفقیت پیش بره دوستا، باز دانشگاه‌های دیگه میتونه این سیستم پیش ببرن. بله، تمام ما دست به دست هم دیگه داده در مقابل اشخاصی که میخواین دولت باشکوه ما را تخریب کنن ایستادگی کنیم. دینیس باور کردن نمیتونم. کل چیز مثل سابق شده. اما من میفهمیدم که تو به اشتباهاتت پای خود بردی. راست میگی. ما یک اشتباه کردیم. او هم یک اشتباه بسیار بزرگ. اما حال میخوایم جبران کنم.
روز خوش. چطور هستین آقا؟ خوش آمدین. بفرمایین چی میخواین؟ چله نامزادی میخواستیم. به هر صورت اینجا حتما یک زرگری پیدا میکنیم. اگر نه امروز تمام دکانا بسته است. سهیلا بیبی، پدرم کم پول خاطر با همو هر دوی ما گذاره میکنیم جانم. نه خیر نمیشه ایلیف. هر کس یک چیز میاره. من خود دست خالی اونجا رفتن نمیتونم. خواهر جان ببین، این موضوعات نباید بین ما مطرح باشه. ببین، تنها چیزی که از این دوره به ما میمونه خاطرات. به تو یک چیز بگویم. هیچ کدام اونا رو نمیخوایم به یاد بیارم. راحت باش خواهر جانم. ها اونجا یک زرگری است. ایش چطوره؟ هر کدامش که خوشت میای همون رو بگی. آی هیچ انتخاب کردن نمیتونم. این آرام نواردیم ببینین. روز خوش. عشقمی چطوره؟ کلش در انگشتت بسیار مقبول معلوم میشه. بفرمایین شما چی میخواستین؟ من میخواستم اینا رو بفروشم. اینجا ما فقط جواهرات مفروشیم خانم. بیازو از اول میفهمیدم که اینجا فقط جواهرات فروخته میشه. با جای اشتباه آمدیم. آقای محترم، در دروازه یک لوحه نوشته کنین که این قسم هر شخص نباید داخل دکانتان بیاید. یک باری را ببینم. دروغگو. تو شنیدی که با او دختر چی گفت؟ کاش که دختر مقبولم باشه. به هم دیگه خوب میسیبیدن. تو ندیدی که دختر چقدر خوش بود؟ میگفت که دوستت دارم. او دستمالم برم داده بود. میگفت که قلبم به خاطر تو میتپه. اما حالا ببین تمام گپاش دروغ بود. تو چرا جیگرخون هستی؟ بیازو تو خور دوست نداشتی؟ راست میگی بیازو من خور دوست ندارم. او تو نیست که عاشق شده باشی؟ ما قسم یک آدم نیستم که عاشق هر دروغگو شوم. ما اول دانشگاه خدا خلاص میکنم، بعد از او امرا یک شخصی که در قلبش ترس خدا وجود داشته باشه عروسی میکنم. همه چیز آماده است. این خوابگاه هرچی زودتر باید کار خودش شروع کنم. مهمانای ما امشب پیشتان خواد رسیدن. شاگردایی که لیلیشان بسته شده همراه اونا میتونین کمک کنین. نموتونیست؟ بیازی مسئولیت ما آقا، تشویش نکنین. درست است. وقت خوش. زنده باشین. اینا را بگی با دخترها بگو یک خوابگاه پیدا کنم. ما میخواستم همی بار امرایتان گپ بزنم. این کار کده نمیتونم. من از خوابگاه جدا شدم. کی با توی امر داده بود؟ چی میکردم دیگه؟ مرا بیرون کردن، سرم فشار آوردن. بیازو اونا مرا هیچ خوش نداشتن. درست است. اول باید اعتماد اونا را جلب کنین، بعدا اونا را به خوابگاه بیارین. شما اونا را نمیشناسین. گپ هیچ کس گوش نمیکنن. از پیشو دروازه هیچ جایی نمیرن. امکان نداره که اونا را این قناعت مربوط من نمیشه. هر کاری که میکنی بکن. هر قسمی که میشه اونا را باید به خوابگاه ببری. فهمیده شد؟ فهمیده شد. خوب است. با امید دیدار. دوستم ما به اجازهتان میرم. فاطمه چی؟ کجا میری؟ اینجا تا چی وقت خود بودیم؟ تو کجا میری؟ نگفته بودی که تا آخر همراه ما میباشی؟ من به شما نگفتم که اینجا نباید کسی باشه؟ به یکی دیگه تان اصرار نکنین اولادا. اله دختر گلم، پیش رویت خوبی. دوستا بگو این حال چی کنیم؟ تمام ما برای شکست قبول کنیم؟
پس چی کنیم؟ گپای خالادله رو نشنیدی؟ میگه متوجه تان بوده نمیتونه. میترسه کدام بلایی سر ما نیایه. نه که ما طفل هستیم، به خود راه و چاره پیدا کردن نمیتونیم. با کمک خداوند حتما یک راه را پیدا میکنیم. ما همین قدر گرفته تا نیستم. تشکر میکنم. ما یک بار تا بانک میرم پس میایم دخترا. بله ماما قدر دارم. پدرم برامون پول میاره اما تا حال منتظرش هستم. مام فردا حلش میکنم. امروز زرگری را پیدا کرده نتونستیم. تشویش نکنین دخترا، ما با پولی که داریم گزاره میکنیم. فهمیدین؟ مرا مثل خود ساختین دخترا. این ایران بگی. شما را زیاد دوست داریم، فقط سایه شما سر ما کافی است. تو اینجا چی میکنی که باز آمدی؟ چی شده دخترم؟ تو چی میخوایی؟ ما آمدیم که از دوستای خود مسرت بخوایم. امروز ناخواسته از دهنم چند گپ بیرون شد. شما را بسیار جیگرخون ساختم. واقعا جیگرخون شدم. ما اینجا نو آمدیم. کاکا ابراهیم هیچ نمیشناسم. امروز با چند دوستم که او را میشناختن گپ زدم. برام گفتن که اشتباه کردی. خب او دوستت کی است؟ زیا، همون نفره که کمپاین جمع‌آوری امضا را برام انداخته. او دوستم است. اونا یک بنیاد جور کردن. شما را به خوابگاه دعوت کردن. ما وضعیت خدا برش گفتم. او گفت که ما خواهرای خدا سر سرک مانده نمیتونیم. خوب است. زنده باشی سراب جان. مسرت خواستن نشانه بزرگی انسان است. تو اینجا آمدی به زحمت شدی، اما ما به خود یک راه و چاره پیدا کردن میتونیم. دست پولم جمع کردیم. تا وقتی که کاکا ابراهیم آزاد میشه این خوابگاه را رها نمیکنیم. خب درست است. پس مام همراه شما می باشم. ایام از طرف ما باشه. بعد از این هر جایی که شما باشین مام همونجا می باشم. اگه مرا بیرونم کنین جایی نمیرم. سر از فردا براتان یک جای دیگه پیدا کنین. ما هیچ جایی نمیرم. یا پولایی را که گرفتی برام پس میتی یا هم بر همیش دمی خانه میباشم. میگم که پولا را ما نگرفتیم، چرا باور نمیکنی؟ آخ دروغ نگو. یک مشت سرت میزنم که راست بگویی. خدا را شکر که من بیدرآمد هنوز از بین نرفته. اگه نمیکشم ما هم دستی تو نیستم بیادر. برو برات یک نفر دیگه پیدا کن. اینا برام بده. آی نه خیر، ما با دیگه نفر ضرورت ندارم. تو دوستم هستی. بیبی همین قسم 6 تا تمام روز طرفم سیر کردم مواظب میباشی. خب گوش کن. چی میگم برات؟ میفهمی فردا چی میکنیم؟ مجبور هستیم با جنرال زنگ بزنیم ازش پول بخوایم. درست است؟ تو با خدای ما بسیار مشتای محکم زدی. حال بسیار درد دارم. او آدم از قریه وادی شیران است. چند سال میشه که به استانبول رفته. ما درباره خانم بر تو گفته بودم به نام رقیه. امروی او کدام رابطه داره؟ او قدر معلومات ندارم جنرال صاحب. فهمیده شد. وقت اینا دیگه پوره شده. باز پول ازم خواست احمق. تو برو او آدم پیدا کو، امروش گپ بزن، بعدانم روانش که. درست است؟ بچه شما
الیف الیف دخترا الیف خاله عادله سهیلا الیف خیمه را آتش گرفته سهیلا فیلیس بیدار شوین بیدار شوین خیمه را آتش گرفته کمک کنین الیف سهیلا حالا چی خود کردیم؟ همه چی سوخت و از بین رفت. او پولای را که جمع کرده بودیم اون هم سوختن. جیگرخون نباش دخترم. خدا را شکر که جان ما نجات پیدا کرد. دخترم پدر اینجا چی گپ شده؟ خیمه ما آتش گرفت. همه چیز ما سوخت. او خوابگاه چی شده؟ مورلاک کردنش. از او خاطر در خیمه زندگی میکردیم. حالی هم سوخت. حالا چی میکنین؟ من خود تو را خانم برده نمیتونم. ده اصل ما یک جایی پیدا کردیم اما اینا نمیخواین برن. اگر دیشب بگه پای ما گوش میدادین بازی بالا سر ما نمیاد. ها ببی این دختر بسیار هوشیار معلوم میشه. آدرس اونجا را میشه برام بتی؟ یک بنیاد خیریه است. همراه محصلین کمک میکنه. جای بود و باش برشان آماده میکنه. حتی کسایی که توانایی ندارن همه چیز برشان رایگان است. بسیار خوب است. پس من زن و دخترم گرفته اونجا میرم. تنها محصلین قبول میکنن. ها ما را به خاطر سرخم کردن از خوابگاه بیرون کردن. ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم کاکو یولما. شاید یا آتش سوزی هم قصدن باشه. اونا میخواین که ما از اینجا بریم. دختر تو به گپای اینا گوش نکو. او جایی را که او دختر گفت همونجا میریم. درست است؟ ما دوستای خود رها کرده جایی نمیرم. ما به همدیگه وعده دادیم هر چیزی که شوه ما با هم میباشیم. اینجا بیا. گپ ما گوش کن. لط خوردن او روز فراموش کردی چطور ها؟ با خدا مثل همون روز لطت خود کردم. اعصاب ما خراب نکو فهمیدی؟ با آن هر کس هر جایی که میخواد بره. دخترم او بنیاد خیریه کجاست؟ ما را اونجا ببر. کسی که میباشه باشه. شما را خداوند نجات بده. حالا دیگه بیا که بریم. ما از اینجا جایی نمیرم پدر. تو چی میگی ها؟ میخوای باز مرا دیوانه بسازی؟ گفتم حرکت کو بریم. این دختر ایلاکو گفتم. ایلاش گفتم. خواهش میکنیم ایلاش خراب بدیم. نکنین اگر با همین ده فرقتون خود داده. چی میکنی؟ بله آقا سنجر هر چیزی که گفتین همه قسم کردم اما اونا زد میکنن. درست است. دیگه ایشم من حل میکنم. همیاله به پلیس زنگ میزنم. احمقا. دینیز جان یک چند دقیقه با هم گپ زده میتونیم جانم؟ البته. پس اینجا بشینیم؟ دینیز جان میخوایم بپرسم که تو مرا بخشیدی؟ به خاطر چی؟ به خاطر او دختر دیهاتی بسیار حماقت کردم. ما همراه دختر نباید بخیلی میکردم اما تمامه او کارا را به خاطر کردم که تو را از دست ندم. مهم نیستم. همه چیز گذشته ده. وام امروز شاید جواب خود گرفته باشه و بعد از یه پشت داره رها میکنه. او به از هیچ وقت پشت مرا نگرفته بود. فقط دلم برش میسوختم رایش کمک میکردم. همه قدر. میفهمم که قلبت نسبت به او پاک است. پس هیچ کدام گپه نبوده اما تو نیست؟ نه خیر. ما دیگه میرم که وقت نشه. پدرمشان به تشویش میشن. درست است جانم؟ فردا باز خواد دیدیم. درست است. شب خوش برات میخوام. شب تو هم خوش عزیزم.
آتش سوزی چطور رخ داد؟ ما خواب بودیم، از چیز خبر نداریم. خواهرای شما هم خدا هم دیگرها را با این کارتان به تکلیف میسازین. از اینجا برین. ها شنیدین؟ حالا دیگر در مقابله بی‌انصافی سرخم نمی‌کنیم. خوابگاه ما دوباره باز میشه. مدیری خوابگاه خود زندان است، پس چطور انصاف به دست میارین؟ در زندان است؟ ما را به مشکل مواجه نسازین. کسایی که خانه ندارن ما هم را ما جای بود و باش داریم. تمام ماده یک خوابگاه بنیاد مسئولین دانشگاه می باشه. حالا دیگر حرکت کنین. شینایی نمیفهمم. آمد. شام بخیر. شام بخیر. بچه‌م کجا بودی؟ با تشویشت بودم. آی از جوانای امروزی نباید بپرسیم که کجا بودین آقا سنجر. اما بسیار خوب شد که دوباره آشتی کردین، ما را خوش ساختین. طرف مسائل کو باز خود جنگ نکردین نموتونست؟ تشویش نکنین پدر، ما دیگه با هم جنگ نمی کنیم. حتی ما امروز رفتیم چله نامزدی گرفتیم. میخوایم که دمی هفته نامزد شویم. آفرین بچه، بسیار کار خوبی کردی. دوباره هیچ تشویش نکو بچیم. ما فردا خودم پیش خانمی جمع میرم. صبر کو، چرا اینقدر عجله میکنی؟ چطور عجله نکنم؟ دمی هفته نامزدی است، باید آمادگی خود خوب بگیریم. درست است، با هم حلش میکنیم. خانمی جمع کدام مشکل نداره. ما باید دهی بارم فکر کنیم که کیها را دعوت کنیم جانم. باور کن شنیدن این گپ بسیار خوش شدم. حالا دیگه کاغذ و قلم بیار که فهرست میمونا رو جور کنیم. درست است. حالا دیگه عجله کو. حالا زوچه بین. او احمق چطور اینقدر برتان ارزش پیدا کرده؟ او احمق چطور اینقدر برتان ارزش پیدا کرده؟
وکیل صاحب حالا بخیز بالا میریم. و به سارنوالی نمیرم. اونجا نمیری، اول باید یک ملاقاتی خدا ببینی. بسیار زیاد خوش آمدید. او را در کجا دیدم او حال میتونم؟ در اتاق تحقیقات است. اگر میخواین اول قهوه می نوشیم بعدا میبینید. ضرور نیست، او را دیده پس میرم. مهربونی. میخوایم با تنهایی گپ بزنم. اما آقا اقدرم جرات نداره که سر قدرتکارا حمله کنم. از جای خود خوش هستی وکیل؟ اینجا درست متوجه تو می باشن؟ تمام ای کارا را شما کردین هموتو نیست؟ یک فرصت داشتی از او به درستی استفاده کردن نتونستی. حالا قدم به قدم به عجلت نزدیک شده میری. این اولین قدم بود. حالا بخیز از گردن ما محکم بگی. سرم اسلحه بکش. هیچ کسم اینجا نیست. زود شو، صبر نکن. در وقت گپ زدن امگی را تحت تاثیر خود میاری، اما تو نیست. وکیل صاحب، ما خانمت ازت گرفتم، خوابگار از پیشت گرفتم، شاگردایت از پیشت گرفتم، حالیم جانت ازت میگیرم. کدام گفتنی داری؟ ما اعتراض نمی کنیم جنرال قدرت، چون که در قلب و روح ما توکل به خدا وجود دارد. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Юсупо Астора, оиладор соҳиби 3 фарзанд, старши директори компания Фаберлик, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои тоҷик занҳои хонашин кор мекунанд, навобаста шумо дар Тоҷикистон ё дар Русия. маоши нағз ҳам мегиранд. маош ай 70 сомон то 7000 сомон. айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания Фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда нархи дастрас дорад. барои фармоиш ва кор дар WhatsApp нависен, ҳамашро мефаҳмонем. номнавис шудан ва омӯзишаш ҳамаш бепул аст. мо ба кор қабул мекунем фақат занҳоро. хоҳиш мекунам фақат занҳои хонашин, занҳое ки ба ҳамин кор ниёз доранд нависен, ҳамашро сода карда мефаҳмонем. кадоме ки кор кардан мехоҳад марҳамат нависен дар номеро дар WhatsApp. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошен. худо ҳаматона нигаҳбон бошад.